سلام به شما همراهان خوب کانال تکنیک و تاکتیک. الهه هستم و امروز در محیط فتوشاپ میخوایم یاد بگیریم که چجوری عکسامونو کارتونی کنیم. تا آخر ویدیو با من همراه باش. در ابتدا قفل عکسم رو باز میکنم و اسمش رو به بیفور تغییر میدم. کلیک راست میکنم و Convert to Smart Object که تمام تغییرات رو بتونم ببینم. کنترل J و یک کپی ازش میگیرم، اسمش رو به افکت تغییر میدم. از قسمت فیلتر لیکیوفای رو میزنم و تغییرات صورت رو انجام میدم. فقط یادتون باشه برای چشما حتما بهتره که چشم راست و چپ با هم کانکت باشه، به هم متصل باشه. تغییرات رو اونجوری که دوست دارم میدم، شما هم میتونید تغییر بدین و اون چیزی که مورد علاقتون بود رو انتخاب کنید. چشم، بینی، دهن و فرم صورت رو تغییر میدم. از منوی فیلتر گالری رو انتخاب میکنم و پوشه آرتیستیک پوستر اج رو با تنظیماتی که میبینید میزنم. دوباره از منوی فیلتر آن شارپن ماسک رو انتخاب میکنم و تغییر میدم. دوباره فیلتر استایلایز اویل پینت و تغییرات رو روی اون قسمت هم اعمال میکنم. فقط واسهتون باشه که گزینه لایتنینگ خاموش باشه. و دوباره از قسمت فیلتر آن شارپن ماسک تغییرات رو اعمال میکنم. از لایه اولم که اسمش بیفور بود با کنترل J یک کپی میگیرم و میبرم بالای بالا. آلت رو نگه میدارم و فقط گزینه لیکیوفای رو میارم و زیر عکسم میذارم که تغییرات روی اون هم اعمال بشه. اسمش رو به اوتلاین تغییر میدم. میرم و از منوی فیلتر گالری پوشه آرتیستیک و پوستر اج رو انتخاب میکنم. دوباره تنظیمات رو تغییر میدم. اگر عکستون مثل من خیلی جزئیات داشت، کافیه که از قسمت فیلتر استایلایز اویل پینت و این تغییراتی که میبینین رو اعمال کنید و مودش رو روی اوورلی قرار بدید. کافیه دکمه های Alt, Ctrl, Shift و E رو بزنید و یه لایه جدید با تمام تغییرات بهتون میده. اسمش رو عوض میکنم و میذارم های پس و از قسمت فیلتر Other و های پس رو روی 2 قرار میدم. برای اینکه عکسمون بهتر در بیاد و هیچ نقطه رنگی نداشته باشه، کافیه که Shift, Ctrl, U رو بزنیم که دیسچوریت بشه و مودش رو روی اوورلی قرار بدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. اینم از نتیجه کار. تا ویدیوهای دیگه لطفاً لایک و کامنت فراموشتون نشه. ما رو سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.